تا به حال علاقه داشتید که توی یکی از لوکس‌ترین و گرونترین هتل‌های دنیا اقامت داشته باشید؟ حالا تصور کنید این هتل‌ها توی عمان، کشوری با طبیعت خاص، تاریخ غنی و جایگاه استراتژیک جهانی باشه. توی ویدیو امروز قراره بهتون نشون بدیم که این هتل‌ها چه امکاناتی دارن، چه افرادی توشون اقامت داشتن و چرا اصلاً عمان به یکی از مقصدهای محبوب لاکچری تبدیل شده. اما قبلش اگر هنوز ویدیوهای قبلی کانال رو درباره مشاغل خاص و تاریخچه عمان ندیدید، سری بهشون بزنید. خوش اومدید به کانال بست پرشین تاپ 10. داستان هتل‌های عمان خیلی جالب‌تر از اون چیزی هست که فکرشو کنید. عمان یه سبک خاص خودش رو توی صنعت هتلداری داره که خیلی با کشورهای دیگه فرق میکنه. مثلا اگر امارات با برج‌های بلند و لوکس شناخته میشه، عمان بیشتر دنبال اینه که به طبیعت و فرهنگ خودش وفادار بمونه. بیایید با هم به این سوال جواب بدیم. چرا هتل‌های عمان انقدر خاصن؟ خیلی از هتل‌های عمان از طراحی‌های سنتی و معماری بومی الهام گرفتن. یه جوری هستن که انگار توی یک روستای قدیمی با امکانات فوق مدرن اقامت داری. مثلا تو بعضی از هتل‌ها میتونی از تراس اتاقت منظره کوههای سبز یا خلیج عمان رو ببینی. اگر به عمان سفر کنی فقط توی هتل نمیمونی، میتونی بری دلفین ها رو ببینی یا توی کوه ها ماجراجویی کنی. اینجور تجربات توی هتل های لوکس خیلی شیک و راحت برات برنامه ریزی میشه. عمان یکی از کشورهاییه که به طبیعتش اهمیت زیادی میده. خیلی از هتل هاش روی انرژی های پایدار کار میکنن و سعی میکنن محیط زیست رو خراب نکنن. حتما با خودتون میگید که این امکانات جاهای دیگه هم داره، اما فرقش چیه؟ در حالی که امارات بیشتر دنبال شلوغی و لوکس بازی شهریه، عمان یه جای آروم و صمیمی برای استراحته. این کشور کمتر تبلیغ میکنه، واسه همین خیلی شلوغ نمیشه و بیشتر برای کسای جذابه که دنبال آرامش و اصالت هستن. وقتی میگیم هتل‌های لوکس عمان، درباره چیزی حرف میزنیم که ترکیب شگفت‌انگیزی از طبیعت، تاریخ و مدرنیته رو کنار هم گذاشته. عمان به خاطر میراث فرهنگی قوی و احترام به طبیعت هتل‌هایی ساخته که نه تنها لوکس و گرونن، بلکه تجربه فراتر از خوابیدن توی یک اتاق شیک رو به شما میده. این هتل رو قله‌های خنک و زیبایی ساخته شده و لقب مرتفع‌ترین هتل خاورمیانه رو داره. یه جورایی شبیه به سوئیس خاورمیانه است. تراس‌های خصوصی، استخرهای مشرف دره‌های عمیق و خدمات بی‌نقص باعث شده این هتل مقصد خیلی از افراد مشهور بشه. برای مثال شاهزاده چارلز زمانی تو همین منطقه اقامت داشته. یکی از مشهورترین و لوکس‌ترین هتل‌های عمان توسط ایشون مدیریت میشه. اینجا بیشتر شبیه به یک قصر واقعیه. سقف‌های بلند و طراحی‌های داخلی که انگار از قصه‌های 1001 شب بیرون اومده، در حالی که هتل‌های دبی مثل برج العرب با ظاهری مدرن و اغراق شده شناخته میشن. قصر بستان ترکیبی از شکوه عربی و ظرافت سنتی عمان را ارائه میده. حتی ساحل اختصاصی این هتل از زیباترین سواحل خاورمیانه است. هتل زیگی بی. تو این هتل حس می‌کنی توی یک جزیره خصوصی گم شده‌ای، با اینکه توی عمانه اما نزدیک به مرز امارات قرار داره. نکته خاص اینجاست که میتونی با پاراگلایدر وارد هتل بشی. هر ویلا استخر خودش رو داره و طراحی سنتیش حس روستای عربی رو منتقل میکنه. چیزی که کمتر کسی میدونه اینه که این هتل تو فهرست سبز جهانی قرار گرفته، چون با روش‌های پایدار ساخته شده و انرژی خودش رو از منابع طبیعی تأمین میکنه. این هتل ترکیب مدرنیته و لوکس بودن با فرهنگ عمانیه، مخصوص افرادیه که عاشق شیک پوشی و خریدن. تو محوطه هتل یک مرکز خرید لوکس و یک بندر خصوصی داره. به نظر میرسه این هتل بیشتر برای کسای جذابه که دنبال مهمونی و خوشگذرونی هن. اگر بخوای هتل‌های عمان رو با جاهای دیگه مثل امارات یا حتی ترکیه مقایسه کنی، یه چیز اینجا خیلی مشخصه. عمان تو هر جزئیاتی به فرهنگ خودش وفادار مونده. اینجا خبری از برج‌های بلند و زرق و برق شهری نیست. همه چیز طبیعی و اصیله. حتما هتل‌های دبی پر زرق و برق‌تر هستن، اما عمان بیشتر از این که بخواد چشم رو خیره کنه، حس و حال آرامش و اصالت رو منتقل میکنه. اگر بخوایم از تاریخچه هتل‌های لوکس عمان بگیم، باید بدونیم که این هتل‌ها فقط یک جای برای استراحت نیستن. اینا بخشی از استراتژی عمان برای نمایش فرهنگش به دنیا هن.
تو دهه 1970 وقتی سلطان قابوس به قدرت میرسه، یکی از اهداف اصلیش این بود که عمان را از انزوا بیرون بیاره، اما نمیخواست مثل امارات فقط بر ساخت برج‌های بلند و مدرن تمرکز کنه. ایده‌ش این بود که گردشگری رو توسعه بده، ولی در عین حال اصالت و فرهنگ عمانی حفظ بشه. نتیجه ساخت هتل‌هایی که انگار روح عمان رو تو هر گوشه‌شون دمیده بودن. یکی از اولین نمونه ها این هتل بود که تو دهه 1980 افتتاح شد. جالبه بدونید که تو اون زمان این هتل به عنوان یکی از شگفتی‌های معماری تو خاورمیانه شناخته شد. ترکیب هنرهای دستی عمانی با معماری مدرن باعث شد این هتل مثل یک موزه زنده باشه. بیایید با همین هتل ها رو با مثلا هتل های دبی مقایسه کنیم. یه فرق اساسی اینجاست. قبلتر هم گفتیم دبی تمرکزش روی مدرن ترین و بزرگترینه، اما عمان روی اصالت و طبیعی بودن. مثلا توی هتل زیگیبی سبک ساختار ویلاها الهام گرفته از خونه های سنتی ساحلی عمانه. حتی برای ساختنش از مصالح بومی مثل سنگ های محلی و چوب نخل استفاده کردن. یه چیزی که کمتر کسی میدونه اینه که بعضی از این هتل ها فقط برای پذیرایی از مسافر ساخته نشدن. برای مثال این هتل توی یک منطقه‌ای ساخته شده که تو گذشته پناهگاه سربازهای عمانی بوده. امروزه این هتل نماد قدرت و ایستادگی و هر سال افراد مشهوری مثل شاهزاده چارلز و حتی بازیگرای معروف هالیوود اونجا اقامت داشتن. برخلاف خیلی از هتل‌های پرمصرف دبی، هتل‌های عمان تلاش می‌کنن کمترین آسیب رو به طبیعت برسونن. مثلا هتل زیگیبی با انرژی خورشیدی کار می‌کنه و از آب بارون برای تامین نیازاش استفاده می‌کنه. یه نکته جالب اینه که تو بعضی از هتل‌ها آشپزای سرشناس دنیا برای مهمونا آشپزی می‌کنن تا می‌تونی غذاهای محلی رو با یک سبک مدرن امتحان کنی. یکی از چیزهایی که هتل‌های عمان توش واقعاً می‌درخشن اسپاهاشونه. اسپاهایی دارن که با الهام از روش‌های درمانی سنتی عمان طراحی شدن. از روغن‌های طبیعی مثل روغن کندر که تو عمان خیلی معروفه استفاده می‌کنن. این خدمات نه فقط برای استراحت، بلکه برای بازسازی روح جسم مهموناست. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که هتل‌های لوکس عمان تورهای کوهنوردی، صخره‌نوردی و حتی بازدید از روستاهای تاریخی اطراف رو توی پکیجشون دارن. این یعنی تو هم میتونی از یک استخر لوکس لذت ببری، هم یه ماجراجویی واقعی توی کوه‌ها داشته باشی. همونجور که گفتیم هتل‌های عمان همیشه پذیرای افراد سرشناس بودن. این مهمونای خاص عاشق اینن که تو هتل‌هایی بمونن که علاوه بر لوکس بودن اصالت داشته باشه. جالبه بدونید که حتی بازیگرای هالیوودی هم گاهی از هیاهوی دبی به آرامش عمان پناه میارن. اگر شما هم دنبال هتل‌هایی هستین که فقط لوکس نباشن بلکه یک تجربه متفاوت و خاص رو ارائه بدن، عمان مقصد بی‌نظیریه.